موضوع امروزه ما صدقه جاریه است. حدیث مشهور رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در موضوع صدقه جاریه فرمودند: اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث. اگر فرزند آدم از دنیا گذرد، همه نامه های اعمالش قطع می گردند. دیگر در جسم او روحی نیست که نیکی کند، صدقه کند، سخن نیکی گوید، دست یک نیازمند را گیرد تا اینکه در نامه های اعمالش زیاد شوند. اگر فرزند انسان از دنیا گذرد، همه نامه های اعمالش قطع می گردند مگر سه چیز. خوب توجه کنیم. صدقه جاریه، صدقه جاریه. صدقه جاریه چی هست برادران عزیزم؟ خب صدقه برای همه ما و شما واضح هست و فهمو هست که چی معنی دارد. صدقه نیکی کردن. جاریه از کلمه عربی گرفته شده، معنایش جاری میگوییم که دریای جاری است، چیزی که روان است، نمی ایستد، قطع نمی شود. یک انسان اگر مسجد بنا کند، خداوند رحمت کند بابای حاجی یعقوب رو که در تأسیس این مسجد سهم داشت، اگر عصرها بعد از مرگش هم روان گذرد، اجر و پاداش هر یک سجده‌ای که در این مسجد می شود، هر یک تسبیح و تهلیلی که در این مسجد می شود، هر ذکر و امر معروفی که در این مسجد می شود، سهم هر یک این به همون انسانی که سهم داشت در بنای این مسجد، در تعمیر این مسجد، در زیبا کردن این مسجد، در پیشروی این مسجد، هر کسی که سهم دارد اگر زنده باشد در نامه های اعمالش نوشته می شود. اگر که گذشته باشد خداوند رحمت و مغفرتش کند، باز هم نوشته می شود. از سجده کننده، از قرآن خواننده و نیکی کننده و تسبیح گوینده و استغفار کننده هیچ چیزی کم نمی شود. و در برابر او به همون اندازه به انسانی که سبب بنیاد این مسجد شد، اونی که سبب شد این مسجد چقدر زیبا شده است. و همه شما سهم دارید الحمدلله. همه شما در زیبایی این مسجد، در تعمیر این مسجد سهم دارید. عصرها اگر بعد از مرگش گذرد هم او به مانند یک انسان زنده است و اجر و پاداشش بی کم و کاست می رسد. پس برادران عزیزم، از خود یک مصحف بگذارید، یک قرآن بمونید، یک درختی بشنونید، درختی میوه دهنده، درختی سایه دهنده، یک راه را ساز کنید، آب برآورید. بهترین صدقه چی است برادران عزیزم؟ آب برآوردن است، آب دادن است. خداوند جل و علا چی زیبا میگوید: و تزودوا فان خیر الزاد التقوى واتقوا الله. حضرت علی کرم الله وجهه وقتی از پیش آرامگاهی میگذشتند با جمعی از صحابگان، به طرف اهل قبرستان گفتند و صحابگان را پرسیدند اگر خداوند جل و علا به گذشتگان و اهل قبرستان اگر اجازت بدهد که به اندازه یک جمله زنده ها را نصیحت کنند، شما چی فکر میکنید؟ نصیحتشان چی خواهد بود؟ همه خاموش ایستادند. حضرت علی رضی الله عنه فرمود اگر خداوند جل و علا به مرده ها اگر فرصت یک جمله نصیحت بدهد، آنها میگویند ای زنده ها، ای آنانی که عمر دارید، حالا فرصت دارید، و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، توشه بگیرید که شما به مانند مسافری هستید که زیر سایه کمی می ایستد و سفر را دوام می دهد. این دنیا برای آخرت را ساختن است. این دنیا امتحان است و امتحان بسیار زود می گذرد. بر رضاگی پروردگار جل و علا برسید. و تزودوا فان خیر الزاد التقوى، و توشه بگیرید که بهترین توشه تقوا و پرهیزگاری است برادران عزیزم. حضرت علی گفتن اگر به انسان‌های گذشته و مرده ها اگر در اندازه یک جمله اگر نصیحت داده شود، آنها همین نصیحت را برای زنده ها میکنند. برادران عزیزم،
این فرصت ها را غنیمت بشماریم. هر یک انسان از وقت عبارت است و بالاترین نعمتی که دیگر باز نمیگردد به انسان این همون وقت و عمر است برادران عزیزان که خداوند جل و علا با آن سوگند یاد کرده است. صدقه جاریه او علم ينتفع به، یا اینکه یک علمی به شاگردان و فرزندانش داده باشد که سبب برکت در زندگیشان، سبب رزق حلالشان، سبب تقوا و پرهیزگاریشان شده باشد. برادران عزیزم، من خودم را نصیحت میکنم و شما را که فرزندانتان را قرآن را بیاموزانید، نماز را بیاموزانید. فرزند وقتی که از شما قرآن را میآموزد، نماز را میآموزد، در هر یک رکعت او، در هر یک تسبیح او، در هر یک آیت های خوانده او شما اجر و پاداش میگیرید. وقتی فرزندان نو شیرین زبانند و نو شروع میکنند باز سخن گفتن، پیش از همه نام خدا را بر آنها بشناسید، تربیه و اخلاق با آنها بیاموزید. وقتی نماز خواندن فرزندان و تسبیح گفتن و تهلیل گفتن و قرائت کردن و استغفار گفتن، شما هم در آن اجر و پاداش میگیرید. یا یک معلمی که طب درس میدهد، طبیب خوبی عادلی با انصاف به وایه میرساند، وقتی هر یک بیماری رو او علاج میکند در او اجر و پاداش معلم هست، استاد هست. و سیوم و ولدا صالحا يدعو له. و صدقه جاریه چی است برادران عزیزم؟ اولش گفتیم صدقه جاریه یک بینایی کردن، آب برآوردن، چیزهایی که بعد از سر انسان، بعد از مرگش انسان‌های و حیوانات از آن استفاده میکنند. دویمش علمی که به فرزندان و شاگردان داده میشود. سومش فرزندانی از خود باقی میماند، فرزندانی صالحی که یدعو له، از خداوند جل و علا برای او دعا میکنند. حدیث زیبایی هست عن سعد بن عباده رضی الله عنه قال قالت یا رسول الله. از سعد بن عباده رضی الله عنه روایت است که فرمودند گفتم ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم امی ماتت فای صدقه افضل. ای پیامبر صلی الله علیه و سلم مادرم فوتیدند، چی صدقه کنم؟ بهترین صدقه چی است ای پیامبر خدا؟ قال الماء. پیامبر محبوبم گفتند که آب بدهید. بهترین صدقه آب دادن است، یک انسانی تشنه را سیراب کردن است. این حدیث را امام احمد، نسائی و ابو داود روایت میکنند. حکمت صدقه جاریه، این عمل نشانه احسان و سخاوت و دلیل ایمان کامل به ثواب آخرت میباشد. این امید به رحمت پروردگار جل و علا است. هر کسی که امید به پروردگار و روز آخرت دارد در زندگیش نیکی میکند، صدقه جاریه میکند، دوامناکی ثواب و اجر. این یکمین حکمتش است. دومین تأثیر مثبت به جامعه، یعنی صدقه جاریه نه تنها به شخص تنها خیر کننده سود می‌آورد، بلکه به جامعه نیز نفع بزرگی می‌رساند. مثلا ساختن مکتب، دانشگاه، آب و هر چیزی باشد که به نسل‌های آینده خدمت می‌کند، باعث پیشرفت جامعه می‌گردد. سومین تربیت اخلاقی و سخاوتمندی است برادران عزیزم. چهارمین کمک کردن به نسل‌های آینده است. پیامبر محبوب هم میگوید اگر در دست تو نهالی باشد، درختی باشد که میخوای آن را در زمین بنشانی، همین لحظه درک کردی که قیامت فرا رسید، دیگر تمام است. پیامبر محبوب هم میگوید وقتی همون در دستت است، تو انتظار نشو که از همان ویران میشود، همه نابود میشود، قیامت شد، همون را بشنان که سبب رحمت و برکت میشود. برادران عزیزم، خداوند جل و علا در این حالتهای اجابت دعا و در این روز مخصوص و در این ماه مخصوص خداوند جل و علا همه عبادت‌های ما و شما را قبول گرداند. خداوند جل و علا تمام ختم‌های قرآن را که در تمام مسجدها شد و خصوصا برادری بکی بهروز 2 ختمی از قرآن کردند و خواستند که دست جمعانه ببخشیم و دعا کنیم پروردگار این همه ختم‌های کرده شده را به درگاه بی نیازت قبول بفرما و پروردگار رو بخشیم بر روح پرفتوح حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، خانواده و اصحابش. پروردگار با نور قرآن، با برکت قرآن دلهای ما
فرزندان ما، ایمان ما، پروردگار کشور ما و تمام امت اسلامی را هدایت و زیبا و با برکت بگردان. پروردگار تمام گذشتگان ما را از ما شاد بدار. پروردگار به سبب این ختم قرآن، پروردگار قبرهای گذشتگان همه ما را با نور قرآن منور و با برکت بگردان. پروردگار تمام بیمارانمان را شفای کامل عاجل نصیب بگردان. پروردگار در این حالتهای اجابت دعا، آنانی که در کشورشان ظلم و ستم و خونریزی و بی انصافی است، پروردگار همه آنان را در وطن آنها صلح و ثبات و امنیت نصیب بگردان. پروردگار مجروحانشان را شفای کامل عاجل نصیب بگردان. گذشتهانشان را پروردگار رحمت و مغفرت بگردان. پروردگار قلب‌های ما، فرزندان ما، کشور ما، امت اسلامی را با نور قرآن زیبا و با برکت بگردان. پروردگار دعاهای ما را اجابت بفرما. پروردگار ما را در تربیت فرزندانمان کامیاب و موفق بگردان. پروردگار خوشنودی و رازگی و دعای نیک پدر و مادرانمان را برای ما نصیب بگردان. پروردگار ما را در حالی از ماه مبارک رمضان بیرون که ما را رحمت کرده باشی و به مغفرت خود گرفته باشی و همه ما را از آتش جهنم رهانیده باشی. پروردگار از نام همه ما به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم درود و صلوات و برکات زیادی برسان و پروردگار شفاعتش را نصیب ما بگردان. پروردگار این باران ها را سبب رحمت و برکت برای تمام این وطنمون و تمام مسلمانان پروردگار رحمت و برکت بگردان و ما را عاقبت به خیر بگردان و ما را لحظه هایی بگیر که در زبان ما کلمه شهادت باشد یا عمل صالح انجام داده باشیم که تو از ما خوشنود باشی. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم.